وقتی از آستانه 50 سالگیم گذشت فهمیدم هرچه زیستم اشتباه بوده. در این زمان بود که فهمیدم چیزی بالاتر از سلامتی، چیزی بهتر از لحظه حال و چیزی با اهمیت تر از شادی نیست. فهمیدم دستاوردهایم معادل چیزهایی نبودند که در مسیر به دست آوردنشان از دست داده بودم. فهمیدم دلهره و ترس آزمون کنکور و استخدام، اضطراب سربازی، ترس از آینده، وحشت از عقب ماندن، دلهره تنهایی، نگرانی از غربت، غصه های عصر جمعه، اضطراب اول مهر و 14 فروردین و بیکاری و هرگز نماندگار بودند و نه ارزش لحظه های هدر رفته‌ام را داشتند. فهمیدم یک کبد سالم چند برابر لیسانسم ارزشمند است و کلیه هایم از تمامی کارهایم و دیسک کمرم از متراژ خانه و تراکم استخوانم از غروبهای جمعه و روحم از تمام نگرانی هایم و زمانم از همه ناشناخته های آینده های نیامده ام و شادیم از تمام لحظه های عبوس و امیدم از همه یأس هایم. و فهمیدم چقدر موهایم قیمتی بودند و چقدر یک ثانیه بیشتر کنار عزیزان بودن به داشتن تمام شغلهای دنیا می ارزد. یقین دارم آدم‌هایی که قدر لحظه‌های بودنشان را می‌فهمند هیچگاه آنها را با غبار غم و تردید و غصه و ترس و چه خواهد شدها حرام نمی‌کنند. تا آنجا که می‌توانید در حال بمانید و ذهنتان را خالی، حستان را چون ابر در حرکت، روحتان را با آموزه‌های درست و حقیقی تزیین و اندیشه‌هاتان را آزاد و تخیلتان را سرشار و به معنی حقیقی کلمه زندگی کنید. آنانی که به معنی واقعی زندگی می‌کنند به معنی واقعی کلمه در آرامش می‌میرند. زندگیتان سرشار از آرامش باد.